بینندگان عزیز، بازم خوش آمدیم. خوشحالم که یک روز دیگر الله پاک ما را توفیق داد از ماه مبارک رمضان، یک شب که به خدمت شما باشیم، یک چند دقیقه گلای لبخند بر روی لبان شما شکوفا بسازیم. در منزل که شما مشاهده میکنیم اینجا خانه یکی از تاجر صاحبای هیخن که بسیار به هرات عزیز معروفم. از شما خواهشمندیم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. برنامه رمضانی برنامه شروع میکنیم، همراه ما باشیم، میریم میبینیم داخل خانه، سعی کنیم چی گپ و کی هستن. منتها ما تلفن بکردیم نه حاله، همین بی صدا بیامدیم به دم خانه، سعی کنیم ان شاء الله بلکه موفق باشیم. بله 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 بله. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان 30 روز میمانی ماند، رمضان 30 روز میمانی ماند. رمضان قوت ایمان ماند، رمضان قوت ایمان ماند. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان گفتیم تا مونده شدیم، رمضان گفتیم تا مونده شدیم. زیر صابات شما پوده شدیم، زیر صابات شما پوده شدیم. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. یا ثواب یا جواب، یا سنگ پیمر یا یک کاسه هوی. برادرها پس کده خدا کنه که تابش صاحب باشم بخونه. بله بله بچه کهیم بالا خده یه پاگی بر بیاد. یا ثواب یا جواب. شاید نباشم. بینندگان عزیز، اگه من میفهم که تابش صاحب وقت به شهر رسیدم، خونه رو ترک کردم، باور کنه. صدا قال مقال کتر خونه بله بله بله. یا سنگ پیمان یا یک کوزی هوی. السلام علیکم. رئیس بزرگوار خوب مرارم، خیریت بسیار خوش آمدیم. شما شهستیم. میگم برار البته چم چم میکرده. ما گفتیم بلکم با نکنیم اگه رقم شما بریم میگیم نه نه. ما گفتم شما شاید بجسته باشیم حقیقت رستی. بینندگان عزیز، به خاطر که مزاحم به همسایان نشیم، اینا رو برای شما به داخل خونه به کنار یک گلاسک چای خود یک دونه خرما بیشتر معرفی میکنیم. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. الله خاله تو گم میکنی، الله خاله تو گم میکنی. طبقای چینی گندم میکنی، طبقای چینی گندم میکنی. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. الله خاله تو کش میکنی، الله خاله تو کش میکنی. طبقای چینی کشمش میکنی، طبقای چینی کشمش میکنی. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان.
من تروشی خودم دو بازم یک سلام گرم خدمت شما بیننده‌های عزیز دارم. خدا کنه که تا این لحظه از برنامه لذت برده باشیم. طوری که به دم منزل خانه جناب محترم تابش صاحب گفتم، دوستا که بیشتر خودتون اینا معرفی میکنم دیگه، از کار و بار از ماه مبارک رمضان توضیح میدم. خوشحالیم بیننده‌های عزیز که بعد یک سال الله پاک ما توفیق داد که فکر کنم اگر اشتباه نکنم یا دیوم یا سیوم ساله که به می خانه به می منزل به می فرشا ما خود تابش صاحب خود دوستا برادرایی که به جمعیت هم برنامه رمضانی داریم. خداوند دیت انسان ها رو عزت بده، نه که ما به خاطر چیزی خدای نکرده یک وقتی بگیم، به خاطر یک انسانگیریت اخلاق ممنوزی انعنات و رسم رواج قدیم ما مردم هرات هست. اینا همیشه هر وقتی که ما به اینا 5 و 6 رو جلوتر تماس گرفتیم نگفتم. خداوند اینا خیر بده. خب شما دیگه نمای معرفی کنیم، ما خود شما نام خدا یک ذره به زبان‌های مردم و به رسانه هستیم و این خنا جل بلم بیننده‌های عزیز گردن مبند باشه. خب اما هر ساعت و هر دفعه که اینا رو میبینیم مدل با مدل اینا خند تول اینا هم گپ بزنیم. تابش صاحب که اول یک سلام علیک داشته باشیم خود بیننده همو. سلام خدمت شما نعیم جان عزیز، همکاران گرامی شما. خیلی خوشحال شدم که بازم عرف و عنعنات شما تازه نگاه می‌داریم و هر سال زحمت میکشیم و میایم در این خانه. و یک سلام گرم به بیننده خوب تلویزیون جهانی دنیای نو. واقعا یک برنامه رمضانی برنامه بسیار زیبای، ما مطمئنم طرفدارم خیلی داره، برنامه که در داخل بیننده داره، در خارج هم کسایی هستن که عاشق این برنامه. غلام سرور تابش و مسئول برند تابش و امروز شب واقعا احساس خوشی دارم با این خن برقی که تولید کردیم در کنار نعیم جان هستیم. قربان شما، سلامت باشیم. اینا با رنگا طلایی گفته میشه دیگه. بله. سیاه و طلایی، درسته یا سیاه نداره؟ طلایی و سفید کار شده. خب از این بگین که این مدل خنا چند روز یا چند ماه یا چند وقت میشه که تولید شده به بازار؟ خوشبختانه بیننده شما اولین کساییم که یه خنای برقی برند تابش از تلویزیون جهانی دنیای نو بیننده ایم و میبینیم به این زیبایی. چند روز بیشتر نمیشه که ما از یه خن رونمایی کردیم و تیم برند تابش تقریبا 2 سال کار کرده تا چنین تولید منحصر و فرد به بازار عرضه کنه. خب 2 سال که برو از این فوکس کردیم، چند روز میشه بازار بیرون شده؟ همین 2 سال میشه یا نه؟ 5 روز میشه که تقریبا به بازار عرضه. به 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 5 روز میشه. دوستای نازنین باشه که از اینکه شروع شد صحبتا برو خنا صحبتا رمضانی باز مندازنیم، گرچه بعد ما اول صحبت رمضانی می‌داشتیم. خب خیر همین صحبت پیش آمد. گفت بزنیم که اینا تابزو رختا لباسا دیگه خنان دیگه چی تفاوت داره؟ شیشه یا شیشگی ها چی فرق داره؟ فرق چیه؟ ویژگی هایی که یخن برقی داره، اول اینا قابلیت شستشور داره، دوم وزن اینا خیلی سبکه و سوم یک جلای بسیار خاصی داره. در یک جمع میشه که آدم از دیگرها متفاوت باشه و دید عمل به خود جذب کنه. به به. خب قیمت‌ها هم فرق میکنه؟ خب ما نهایت کوشش میکنیم تا جایی که به توانمون قیمت‌ها تای قیمت برای بیننده خوب برای کسایی که مشتریانمون عرضه کنیم، همونطور که اونا ما رو حمایت میکنه، از تولیدات ما استفاده میکنه به خاطر رشد صنعت داخلی. ما هم نهایت کوشش میکنیم تا جایی که امکان داره تخفیف بزنیم، مخصوصا کسایی که از این برنامه زیبای رمضانی تشریف بیارن. در میشه به خاطر اینکه یخن جز عنعنات عرف مردم افغانستان و برای جوان‌ها یک حس خوب دست میده. وقتی یخن میپیشه احساس خوشی میکنه. اکثریت جوان‌ها در مراسم خوشی و مخصوصا در عیدا از یخن‌های زیبا استفاده میکنن. خب یک سوال دیگه ما شما از بابت خن داریم، باز میریم به رو رمضانی. چند دکون بگم، چند شعبه بگم که مردم بیننده ما برنامه ما نام خدا بیشتر بیننده هم
زود بیایم به منطقه شما، به مسیر شما. چند شعبه داریم یا چند دکون داریم؟ ما یک دو تا سراغ دارم که یکی به چهارسو به داخل مارکت، توخی مارکت، یکی هم به تالار قمر اگه اشتباه نکنم. ما در اکثریت ولایات نمایندگی فعال داریم و خوشبختانه نه در افغانستان بازار یخنای برند تابش بیرون از افغانستان هم متقاضی داریم. نام خدا بسیار خوب. خب امسال تا با پارسال فرق رمضانی برای شما شده؟ امسال خنک‌تر شده، اعصاب بیشتر خراب میشه یا پارسال؟ چون کاروبار شما کمی بیشتره. ماه مبارک رمضان یک ماه پرخیر و پربرکتی، اگر حتی گرمی هم که هست که یک نفر توش نمیشه ثواب بیشتر که میتونه به دست بده. ولی امسال امیر روزه به نوعی ما چون خیلی مسئولیم چی رقم توسعه میکنیم، نماز شام میشه وقت افطار میشه. مصروفیات هم زیاد باشه اصلا روز معلوم نمیشه. یک سوال شخصی من شما پرسان میکنم تا بسید. خدا بخیر کنه که نه خیلی آسونه. مثل سوالی ده نباشه گفتیم که تصمیم داری زن دوم میکنه. نه خیر باشه. این برنامه شما خانواده خیلی نگاه میکنه. ما عمود تصادفی نگاه کنیم. خدا کنه که یک دست لات دست نبخوریم. اون نمیپرسم. چیز خوبی میپرسم. چند سال میشه ما خود شما دوستی برادری سلام علیک داریم؟ نون نمک شما خوردیم، شما روز به روز جوانتر میشیم. همین علتی بگیم ما با بیشوخی میگم بیننده عزیز گردن ما بند باشینه رفت شهرشی میبینه روز به روز تازه تر میشه. همین جلد خلقه وقت میکنید شما مثل همین نقابم چیز حقیقت رو بگیم. نظر لطف شما ما کوشش بکنیم که در زندگی اگر مشکلاتی هم هست حتی با مشکلات خود لبخند بزنیم، چون انسان مشکلات در زندگی هست ولی باید تحت تاثیر مشکلات قرار نگیره، شاد باشه تا کمی دیرتر پیش. چند برادری؟ 6 برادر. شما برادر دوم. نام خدا. خب شما کلانترین یا گیپر؟ یار شاید گیپر جا. چند ساله باشه تا بیشتر بگه؟ فقط 2 سال شما کمتر گفتید. 18 ساله گیپک یک بچی خوب با استعداد، تقریبا 2 ماه میشه خود ما به تلویزیون کار میکنن، خیلی بچه فعالیه. یک خان برقی هم از طرف برند تابش برای گیپک جان توفه میده. و یک چاک هم میکنه. خب کابیس صاحب پارسال که برادران نام خدا جمعیت اضافه بود، شاگردا بگیم کارمندا که شاگرد گفته نمیشن کارمندم. همکارای هم کارمندا ارشد ایخان برند تابش. خب ما کمی رمضانی امشب همال کشیشته ایم، همین شروع شما داشته باشیم ما جواب شما داریم. و اینجا شما شروع کنیم دیگه. نه ما و شما رو بودیم کامرای میز 4 نفر. شما خواهش کردیم همال فامیلا شما از اناردره میایم میگن که بیاین که بریم خود شما به یک مسیر بجا به ما رمضانی شما سر گروپ استاد میکنم بعد بخونیم دیگه جای نمی صلاحیت نه ما صدا شما رو مایم اول نمیشه. خب بریم اول بگیم رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان گفتیم تا مونده شدیم رمضان گفتیم تا مونده شدیم زیر صحبات شما پوده شدیم زیر صحبات شما پوده شدیم رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان یا ثواب یا جواب یا سنگ پیمان یا یک کوزی اوی همین دو کلمه تابی سیفتی بزرگا اختلاف نکنن که چرا یه میگم که سلط رمضانی میکنم سنگ پیمان سنگ پیمان خود سیستم این رو دونه بخاطر دیگه خدای نگهدار کنه دوست سعی کمیش کنه کار خراب میشه. همون کوزه هم کوزه خاطرات وقتی یک نفر مثلا به رمضانی میره از وقت بگید او میره. ولی ما چون میفهمیم که شما خودی کامرا بودید یعنی کوزه رو میرسونید. چند دفعه هم کارا پیشنهاد دادم که یک ساعت لوی برسید نه نمیشه اینو کامرا دارم. نه جلوی کلام شما شکر ما یک چیزی دلجنب بدم از خانه شما که
ولی شما جای نداره که شما به سردر بالا شید. این مگر ما از این بالکنه میشه به طریق شریف لفت میکردیم. خب شما چند ساله بودید که به چله کلون به داخل برفا رمزونی یاد میدارید؟ به چله کلون بوده برف هسته رمزونی به تا برفا شاید رمزونی به تب برفا بید و شما تو به چله برف به چله کلونه دیگه تاوی سرش برف به چله خود نیه ما چون نه اصلا خب بسیار خوب چند ساله بودین که میرفتیم به رمزونی باشید بگم به اناردره رسم و رواج بیدر امیال هم هست خوشبختانه این تنها در هرات نیه در اکثریت ولایات افغانستان هست من تو به هرات بیشتر کوشش کردم مثل شما شخصیت هایی که این علامات تازه نگاه داره و زنده نگاه داره بخوب اناردره خیلی خوب بیدم یاد نمیدم ولی به هرات یاد میدم خود که بیدیم اگه وقتی فامیلا جاقای اینا با نماز بیدم ما دیگه میرتیم برای میزینی یعنی فرصت استفاده میکرد اون وقت فکر کنم اجازه هم نداشتم درسته؟ تقریبا جوانا اجازه نداشتم همی که بیتی میگفتم باید شو بیرون نشیم دوزدکی میرفتیم؟ دوزکی کنه میرفتیم اون تا دیگه تا اونا نماز میخوندن اونا نماز میخوندن ما هم رمیزونی خونده همین نخوت و کشمیش بود دیگه 4 تا کشته مثلا دونی انار اون تا با ما هیچی نمیدادن بسیار خوب بسیار خوب خوشحال شدیم بسیار بسیار تشکر از شما تشکر از امی همکارا شما تفلکای نازنین که یک نیم ساعت 40 دقیقه وقت خود به اختیار ما گذاشتیم یک خاطری تازه کردیم خود شما سعی کنیم شاید امی فیلمی که ما پارسال اینجا گرفتیم از داخل امی خونه شاید یکی دو تا خدا روز نیاره نباشم همین یادگاری میمونه بعد از 100 سال که باشه انشالله هم برادر من پارسال جلو گپ شما را میگیرم به اینجی بود ولی امسال یادم خیر باشه به چینه حتما این برنامه را امیدوارم بیننده باشه یک سلام هم خدمتتون داره و ما هم یک سلام رمزونی داریم یک سلام افطاری فکر کنیم افطاری الهی شکر که حقیقت دمی که شما دهان قوا کردیم باز من که وارخطا شدم شکر که به چین که 100% ما بیننده داریم چون این جهانیه بسیار تشکر بیننده های عزیز وقت شما رو نمیگیریم چای زعفرونی کشمیش ایرتی بادام هم از اسپین عده به خدمت شما هست جوانان میخندم انا دابش صاحب اگه دیگه سوال صحبت پیامی یک چند شو دیگه به ایدم بمونده میتونیم به دوستا خو پیشا پیش تبریکی ای دارم بدیم بازم یک بار دیگه تشکری میکنم از شما تیم همکار شما رئیس معزز تلویزیون جهانی دنیای نو و همچنین مدیر مسئول استاد عزیز ما استاد رشیدی عزیز و همه همکاران آقای یوسفی عزیز بسم الله بخش تکنیک خلاصه تیم دنیای نو که واقعا همیشه در این عرصه زحمت میکشه برنامه خوب تولید میکنه یک سلام خدمتتون دارم تشکری دارم و همچنین پیش از پیش عید سید فطر برای تمام مسلمین جهان تبریک میگم امیدوارم عید در کنار فامیلای خود به خوشی و سلامتی سپری کنم تشکر شما بیننده های عزیز ما یک دو جا دیگه هم فکر کنم امشب با دوستا هماهنگ کردیم جناب محترم حاجی رئیس اتاق تجارت و کینم دیگه میگیم باز اینجا دیگه اگه پود بمونه بیترتر با دو منزل اینا کرفتیم انشالله شما بیشتر آشنا بشید همراه ما باشیم به خدمت شما هستیم